دهه شهر بربر انا در آنجا است، در آنجا واقع است. بربری ها به معنای گوناگون میارن، از آن جمله به معنای شکرچی، به معنای هجوم، به معنای سرتراش، معناهای زیاد دارد، لیکن معنی بیشتر به این مردم مطابق بودنش همین غیر یونانی بودن آنها است. انا این آبانبار در کنار ده، در سرشوی ده، در آغاز ده این تاریخی است. از روی گفتی کلانترای همین محله گویا که همین یک آینه حضرت امام مسکر جان باشه. در دهه شهر بربر هم کسب هم توی شهید ما جمعه خان خاتمов انا در این حولی زندگی میکرده. این است قروتابی که این خانه 90 سالم برای ما تیار کرد. جان خاری وطنم زلال رهیان خشتره